و مترتون میتونه مشکلات ما رو حل بکنه. بنابراین جنگجوی جهان نیستی و هیچ وقت هم نخواهی شد. وقتی رومینو تمام زمین میلمسه. میدونی کاشی که انتخاب میکرد که حداقل کنفو بلد. آره یا لاغتی بوده دردش به باک گرفته یا حتی پاشو ببینه. اون حالا این فلسفه داره که اوضاع رو درست کنه تا جنگجوی واقعی رو خودش بده که متاسفانه توی تو افتاده. یه بانده چوب تمام که مالی آبروریزیه. جای تو آخه جای نیست. تو باعث ننگ کنفوی و اگه ذره‌ای برای ما و کار ما ارزش قائل باشی تا فرد صبح میذاری و میری. پاندا استادون خرس نمیتونه جنگجوی اجدها باشه. اصلا نباید اینجا میبود. تو اون یه پاندا است. تو یه پاندایی. میخوای چی کار کنی؟ جلوی منو بگیری؟ پاسدادم چون هر دفعه که واجد میزنی تو سرم یا میگفت که بو میدم بهم برق میخورد ولی هیچ کنی تو سخته اون نبود که هر روز زندگیمو به بتانت میگذرون کرد.